نوروز عجم که رمز پاکی، نیکی، سرآغاز سال نوی آریای نسل مشرق زمین است. پیوندگر نسل ها بوده ریشهش به قعر قرن ها می رسد. جشن نوروز تنها استقبال یک سنت بسیار گرامی داشته دیرینه نیاگان ما نبوده، منابع بزرگ است در درک و معرفت تاریخ و تمدن، رسم و آیین‌های مردم در زمینه حیات مادی و معیشی آنها. در نواحی کوهستان بدخشان، خاصه در ناحیه درواز، نوروز را چون رمز پیروزی روشنایی به تاریکی، زیبایی بر زشتی، معرفت بر جهالت، شرافت بر رذالت و همگونه خوبی ها بر بدی ها نیک استقبال می نمایند. در عده از روستاهای این وادی، بخصوص در دهه زیبا منظری یاگید، تا بکنون این جشن باستانی اجدادانمان با ویژگی های زیبای خود تجلیل می گردد. روز اول نوروز صبحگاهان از خرد تا بزرگ دهه لباس ایدانه به بر می کنند. خصوصا دختران به نشان فصل بهار و گرمی همچون رمزی سرسبزی و خرمی لباس سبز رنگ و سرخ پوشیده در طبقهای گرد شکل چوبین کمی آرد گرفته و داخل آن تخمی را می گذارند. سپس به مرکز ایدگاه که در آنجا قریب از هر خانواده مردان و زنان جمع آمدند رهسپار می شوند. بعد از مبارکبادی همدیگر به خاطر فتوای نوروزی و یا اجازت برگزاری نوروز به خانه معتبرترین شخص دهه راه پیش می گیرند. اهل دهه به این پیر خیرت چون رمز پاکی و سفیدی آرد و تخم هدیه می نمایند. السلام علیکم. و علیکم السلام فرزندان عزیز. نوروزت مبارک. نوروزتون مبارک شد. نوروز مبارک فرزند عزیز. نوروز مبارک شد خلیفه. نوروز مبارک شد. نوروز مبارک خلیفه. نوروزتون مبارک. فرزندان عزیزم، نوروز خجسته پی را برای همه شما از صمیم دل تبریک و مبارکباد میگویم. خداوند کریم دائما لبانتان مایل خنده و بخت و سعادت دامنگیرتان باشد. الها به حق آیه ید الله فوق ایدیهم، هر کجا باشید در هر دور و زمان و در هر مکان سایه دست خدا مدام بالای سرتان باشد. بختتان سفید، عمرتان دراز، خانه آباد و خوشبخت و کامیاب و سرفراز باشید. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد فرزندان. نوروز مبارک. شما را هم خلیفه. فرزندان عزیزم، تبریکات شما را بسیار با خوشنودی با منتداری پذیرفتم. سلامت باشید. من هم در نوبت خود شما را یک بار دیگر با آمدی نوروز، با نخستین روزی بهار، بهار زندگی، بهار بخت و سعادت،
بهار کامیابی و موفقیت ها مبارکباد میگویم و از نام خود از آنچه در خان من هست برای شما تحفه نوروزی میدهم. قبول کنید. موسفید دهه در نوبت خود به ایشان از دسترخوان نوروزی آراسته خیش، شیرینی و میوجات پیشکش نمودند. ایشان را به این روز فیروز تبریک و تهنیت میگوید و مردم را جهت خوب و خوش گذرانیدن نوروز خجسته پی دعا بار میدهد. دیگر نوروزتان مبارک شود. خانه آباد و سرجم و سرفراز باشید برادران عزیز. آمین. الله اکبر. خالای گل سرقه موشی بیارش کر پچاره. اهل دهه به تجلیل عید نوروز شروع میکنند. اومد نوروز، فضیلت نوروز از آن است که در این فصل بهار، در این نوروز عجم، پرنده ها، کاو و مرغ اینا از قفس آزاد میشوند. همه چیز در این روز نوروز آزاد هستند که خودشون آزاد حس کنند. میخواهیم که این کوگی آوردگی را از قفس آزاد کنیم.
نوروز خجستفال این قاصد مژده‌رسان بهار نازنین، تجسم آیین‌های مختلف و بازی‌های گوناگون نوروزی است. امروز در دهه یاگید درواز بازی قزناق که خیلی تاریخ قدیمی داشته و ششکبازی روس‌ها شباهت دارد دوباره احیا می‌گردد و آن از بازی‌های دوست داشته مردم در برابر گوشتینگیری و تخم جنگک، بندکشی و سنگچه بازی و سایر بازی‌های نوروزی است. موسفید 84 ساله علی سلطان نباتوف هنوز از آوان کودکی دوستدار این بازی ملی بود. 500 600 سال زیادتر این دوام داد. این سنگ اینجا نیست. من از نمو کوی که بلند میتوه انا از همونجا آوردگی به همینجا رای. انا در همینجا بازی میکردن. بعد در همون رگ گوشتی میشد. خیلی در همونجا دوام میکرد. یک روز ساویگر دوام میکرد. این هم در صبح همو بازی های همو گوشتی نوروزی بود. همین. در این هم بازی میکردن. انا پدرکه میدادن در همونجا. همو آدمی غالب بازیاتی چی میشه؟ اینا میگرفت. بابا همین بازی قزناق که قریب از بین رفته بود. هیچ خیلی بازی هست. خیلی تاریخ داره. این همین تخت سنگ یک جا آوردن. خیلی عموما تاریخ داره همین بازی. همین یک طریقی است که ممکن همین آدمایی که از اینجا وقتی داشت میرفتن قوقند میرفتن سمرقند میرفتن در همون طرف ها اونا ممکن همین کار را بدیدن. وقتی که دیدن در اینجا همین ارمه ما را ارمه میرو میگفتن هم پیشته اما عملدار همین تخت سنگ از پسی همونجا در دستک به همینجا را خم بوده آوردن. اما سخیمه همونه در بداشتن. همین سخیمه را در همین سنگ کشیدند و همین بازی را تشکیل کرد. این بازی یک دمگیر به دست که هم روز تا بگرد به غیر آدم هم کودک ها بازی میکردن. بازی شوق‌آوره. بابی امیر سلطان همین سنگچا چند تایی باید باشن؟ این سنگچا دونه ها 16 تا این طرف های 16 تا این طرف. منه 6 تا 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا. انا اینش به خالی است. این اوس حرکت میکنه و ایس حرکت میکنه. کدوم غالب برومه. این هم طرزی اوستایی را داره. امروز در یوگیت میخواد سنگ ها 3 تا هستند. یعنی در تای خونه صدرالدین شاه اینا هست. یک تا در اینجا است، یک تا دیگر گفتن که در پاون هم خونه معلم فتوا هم هست در که شاه نعمت انا در هر 4 محله دیگه نباشه این بده از بازی معمول بده از بازی نباشه بسیار با شوق‌آور بده است میکردن در حقیقت شوق‌آوری بود که نام تا نوبتت نمیرسی. فقط یک کوستوم میتونست اینو تیار کند با چیش اینو میکندن. یعنی این خطا دارد اینا با تیغ میکندن با چیش میکندن یا سنگ سختر یا آهن قدیم سنگ سختر نمیشکندن. درباره این بازی قزناق اشاره هست در اینجا که در حقیقت مردم فارس زبان، مردم ایرانی نژاد، مردم آریانی از دوره‌ها و سال‌های خیلی قدیم به همین بازی در برابر شطرنج و در برابر شاهمات و در برابر نرد بازی همین صاف بازی مردم تاجیک بودن. انا این خیلی که اومدیم من با انا میام انا باز بین اینجا را میام اینا نیتم تغیی انا باز من میزنم نه اینه میگیم انا ای که اینجا اومد من باز میام انا نه اینا میگیره شه دیگه خیلی باز انا اینجا باز انا من بین اینجا به اینجا
اینجا هم بیا میزنم اینجا هم میزنم چی باید کرد؟ نیشه خوب کرد نیشه خوب یا نه این نمیام نه این نمیام انا سامنا انا عجب تومو انا بود آفرین کمی سلطان آفرین мардуми дарвоз маъмулан ҷашни наврӯзро бо дастовезҳо истиқбол мегиранд ва ҳар яке аз сокинони он хос аз занону духтарон саъй менамоянд то гулдузиҳо ва курдаҳои духтаи хешро чун ҳадияи наврӯзӣ ба меҳмонон пешкаш намоянд. пиразани нуронии барги гули 79 сола ба гулдӯзиву ҷӯроббофӣ аз синни 7 солагиаш шурӯъ намудааст. набираву абирагонаш ҳар сол наврӯзро бесаброна интизор мешаванд, чаро ки бибии дӯстдоштаашон барги гул ба онҳо ҳатман ҳадияе аз дастранҷи хеш омода намудааст. من بچه جوال پیشیم 79 سالم انا سقه جو میکردم ای نوروز بچه جوانه در نوروز میگم کارباری دخت دوزه این تری بای نوروز امامه دختیم در نوروز امای کورپا و کورپا چرا بدر میکردیم و خونا را دیگه گرد چنگ چونه میگرفتیم بچه جو تازه میکردیم شروع میکردیم بچه جو انا دیگه همه را 100% میکردیم دیگه بای نوروز میرفتیم دیگه چی میکردیم های میداختیم انا های میرفتیم بچه شیری دیگه نیتا میکردیم در یک دستمون خال در یک دستمون ایمال دیگه قوس میکردیم در سری خوی بلند میرفتیم میگفتیم انا بچه شیری تو گفتیم آرد باد میگرفتیم دیگه او روز چند روزه که زران میکردیم روزی دیگه منگم بچه جو دخترها باز آرد میگرفتن نمزا کاتنده آرد میگرفتیم طرف میگرفتیم روغن میگرفتیم میبودیم در یک خونه و دیگه او اوقات میکرد روغن جوشی میگفتیم ما انا بچه شیری ما این کارا رو برای روز نوروز میکردیم همی میدوختیم تکتری ها را فسان میکردیم نینا را سخت میکردیم خونا را آرا و تارا میداییم من هم دموی پره داشتم که نم جوک میباختن دیگه بچه جو همی میرفتیم چی میکردیم های میرفتیم نیتا میگفتیم که در یک دستمون خال در یک دستمون ایمال در گوشه بیاری جون می قوس که میکردیم دیگه امی زمین زمان میجنبی بچه جو انال بچه شیری باز از اونجا میماییم باز برای اوقات کنی شوی نوروز باز تیاری میدیه اونا در خونه خی اوقات میکردن شو میخوریم باز پگهی میخیستیم بر وقت دیگه باز امی تخمیم میدان یک تاییم میدان میرفتیم بای خشت بارمونه میگذروندیم
بای بیارامونه بای بابامونه بای خالامونه بای همامونه میبوریم میگذروندیم بای کلوتاره. انا بچم در دور قدیم نمی کارا را ما پر میکردیم. حالا این حالت شما حالا همی شروع بدوزه و کاری شروع کنی و بای نوروز تیاری ببینه شما و دیگه میخیستیم بچه جو سهل میرفتیم بای کوه چار چمنا را میرفتیم اونجا کنده بیبا میکردیم رقاصی میکردیم و بیبا و دیگه ویگه میشی و باز بای خونه مونه میگشتیم بچه جو میشی. در روزهای جشن نوروز از همه بیشتر کودکان و نورسان سرخوش و مسرور می باشند و آنها این جشن را با کفت جنگ و گوشتینگیری ها، بازی های گوناگون ملی ورزشی، الاف پرک ها و خاصه تخم جنگک پذیرایی می نمایند.
ما در عرفه نوروز توتی پارساله را قاق میکنیم. برای این سال از لب دریا این سنگا را میریم میشکابیم آورده در اینجا این سنگ و انا این جواز تیار میکنیم. هر خیل نمودی برای طعمای نوروزی تیار میکنیم. انا این تیپس میگن موزی قاق میچکیم تیپس تیار میکنیم در دسترخوان نوروزی. بعضی با جرغات میخورند، بعضی با روغن میخورند. چه خیل نموده که کسی را طعام نوروزی پاره تیار میکنه و میخوریم. در جشن نوروز ما هر خیل نمودی طعام ها میپزیم. شیرجوش میکنیم، قروتاو میکنیم، آش میکنیم، اطاله آش میکنیم. هر خیل نمودی اوقات تیار میکنیم. ای دوستانی مهربان، مهرآوران خوش آمده. ایزد شناس و قدردان، بختاوران خوش آمده. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروز من. آراسته است باغ و چمن، خوش آمدی نوروز من. نوروز آمد عالم پر نور شود، هر درد غمی که هستن تو دور شود. نوروزی بود پدر تو استادی مرا، بیای تو بهی جنتت حور شود.
طبق معمول شب روز اول عید نوروز بچه ها در مرکز عیدگاه دههشان آتش افروخته از بالای آن با نوبت می جهند. موسفیدان و دیگر اشخاص معتبر دهه بعد جمعشوی مردم و آتش افروزی ایشان را با فرارسی این عید نیاگان تبریک می گویند. اهل دهه با نوبت سه باری از بالای آتش جهیده یکدیگر را به نوروز مبارکبادی می کنند. یاران عزیز، مردم این دهه این روز را، نخست روز بهار را 365 روز انتظاری دارند و این به آن دلیل است که از روزی که نوروز را تجلیل میکنند، جشن میگیرند، در گرد گلخن نوروزی رقص کرده، سرود خوانده، دوغ بارم بزند، بوی بهارم بزند، یعنی آرزو و نیت و صمیمیت خودشان را نسبت به بهار نازنین نشان میدهند و در آخر میگویند ای خداوندی کریم و مهربان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. بار دیگر دوستان عزیز، افروختن گلخن نوروزی برای شما در روز نوروز، در روز بخت و زندگی آزادانه مبارک باشد. در دهه یاگید ناحیه درواز به این مراسم از 2 هفته بیشتر آمادگی میگیرند. تمام شب در همه جای دهه چراغان فروزان میمانند. از جانب جوانان آتش در گرانده می شود و جوانان گروه شده اطراف دهه میگردند. شب شگشت روز منم ای پیر منم جمال منم پیر منم جمال منم دولت شاه بدم منم خوچه بگوی که منم
نوروز قدیمترین عید مردم آریای نسل است و گذشت روزگار و زندگیش تنها تراوت و تازگی زم می نماید. نوروز همیشه و هر سال می آید و باشندگان ناحیه درواز بدخشان از آمدن بهار و نوروز همیشه خوشحال گشتند. امیدوار آنند که این عروسی سال و پیر دیر سال و زندگیشان صفای بهایی بدهد. شون منوز نتنم منم خوجا بگوه که منم منتشیش که من فروز عقل من جای را بسو خوجا بگوه که منم ظلمت شب شگشت روز منم خوجا بگوه که منم پیر منم جمال منم پیر منم جمال منم